در تالار ریاست دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов تحت عنوان افتخار ملی و هویت تاجیکی در حاشیه اندیشه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان من اول تاجیکم بعد مسلمان و اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 کنفرانسی علمی عملی برگزار گردید. در کار کنفرانسیا نمایندگان ساختارهای قدرتی ولایت سوغد و استادان دانشگاه اشتراک و سخنرانی نمودند. ذکر گردید که ملت به خودشناسی ملی، احترام به گذشته و حفظ زبان و فرهنگ پایدار نمیماند. از این رو گفتار من اول تاجیکم بعد مسلمان میتواند مردمی مملکت را برای حفظ ارزش‌های فرهنگ ملی متحد سازد. با تاکید سرور دولت باید هر یک فرد کشور از تاجیک بودن خود افتخار نماید، زیرا گذشتگان ملت تاجیک فرزندان فرزانه ملت بودند. آنها در رشد فرهنگ و تمدن بشریت سهم بزرگ گذاشتند. همزمان دلیروی شجاعت و مقدس بودن مرز بوم وطن را آموزانیده با تلاش‌های پیوسته‌شان ملت تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی نمودند. پیش از آنه که ما مسلمان باشیم اول ملت خدا باید دانیم کی هستیم و کی بودیم، برای اسلام چه خدمت کردیم، برای پیشرفت جهان چه خدمت کردیم. این چیزهای باید دانیم و مقصد اساسی همین سخنها همین است که از تقلید کورکورانه دور باشیم. یعنی تقلید کردن یک پیروی بیشعورانه این به فایده ملت نیست، به فایده مثلا دولت نیست، به فایده عموما تاجیکستان نیست. ساکنان کشور علل خصوص جوانان دوران استقلال باید مفهوم خودشناسی و خودآگاهی ملی را درک نموده برای رسیدن به زندگی شایسته به هر گونه رویه‌های نامطلوب گرفتار نشوند. ذکر گردید که خودشناسی و افتخار ملی پایه‌گذار اندیشه ملی و سپری با اعتماد هر یک فرد صاحب تمدن بوده باعث یگانگی ملت و پایداری دولت می‌گردد. تاریخ پر افتخار خلق تاجیک مکتب بزرگ خودشناسی بوده و ما وظیفه داریم به آن ارج گذاریم. صحیفه‌های درخشان قهرمانی و دلاوری گذشتگان خود را آموزیم و آن را همچون اساس غایه وطن‌دوستی و صداقت به وطن تشویق نماییم. یکی از رکن‌های اصلی تأمین هستی ملت، هستی دولت، بالوروی خودشناسی ملی است و عامل‌های اصلی ارتفاع خودآگاهی معنوی، خودشناسی ملی، زبان، معنویت، رجوع به اصالت تاریخی است. استقلال معنوی اصل و ماهیت و اصالت خودشناسی و خودآگاهی معنوی است. ما از تاریخ آگاه هستیم که اگرچه 1000 سال ادبیات ما که به اصطلاح ادبیات دوره میانه و ادبیات دوره اسلامی نام برده میشود، اما جوهر ادبیات ما این ترغیب غایه‌های خودشناسی ملی است. در ادامه کنفرانسیا برآمد کنندگان بابت برنامه استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 تاکید داشتند که استراتژی مذکور در سمت پیشگیری و مبارزه بر ضد همه گونه ظهورات نامطلوب اکستریمیستی و تروریستی به خصوص آشکار و به جوابگری جنایتی کشیدن پیروان آن تأمین امنیت دولت نگرانیده شده است. تاکید گردید که امروز تروریسم و اکستریمیسم همچون وبای عصر به امنیت جهان و هر یک ساکن سیاره تهدید نموده برای بشریت خطر جدی را آورده است. مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم نه تنها کار مقامات‌های قدرتی بلکه وظیفه هر یک شهروند سالم فکر و وطندوست کشور به حساب می رود.